در آغاز عناوین مهمترین خبرها: هر روز از طالبان صدها تن خانه‌هایشان را ترک کردند. افراد مسلح با لباس طالبان طلا و 200,000 افغانی را با خود بردند. پوهنتون آسیایی برای زنان افغان بورس‌های تحصیلی می‌دهد. یک خانم در پنجشیر به ضرب گلوله طالبان کشته شد. از شما عزیزان عاجزانه، خاشعانه و خاضعانه یک چیز طلب دارم. و 5 جنگجوی طالب در خوست بغلان کشته و زخمی شدند. سلام، به مجموعه خبر این ساعت از کانال کابل تایمز با من رضا مرزایی خوش آمدید. برای شنیدن خبرهای تازه، دقیق و سریع کانال کابل تایمز را سابسکرایب نمایید و همچنان ما را در شبکه‌های مجازی دنبال کنید. از شما عزیزان عاجزانه، خاشعانه و خاضعانه یک چیز طلب دارم. از شما میطلبم، از شما این را میطلبم که شما عزیزان وقتی که هر انسان مؤمنی و مسلمانی وقتی وارد بهشت میشه، دوستان و رفیقان خود را پیدا میکنه در بهشت، طلب میکنه در بهشت. شما عزیزان وقتی داخل بهشت شدید، اگر بنده حقیر و فقیر را ندیدید، از شما میطلبم که بگویید بار الها همان بنده ضعیف تو که در دنیا 4 کلمه بیان کرد، از تو میطلبیم که این را در بهشت بیان. عزیزان و بزرگواران، این حرفیه که نه شوخی هست، حرفیه که نه رهبر بکاره، نه بالاخره در اونجا شیخ الحدیث لازمه، نه خطیبه، نه واعظ، نه مسکین. ما آخرت خود ما نمیدانیم که چگونه می آیه و ما از دنیا چگونه می رویم. رسول الله سر به سجده می گذاشتن، می گفتن اللهم اینی اسألک حسن الخاتمه. ما نمیدانیم که از دنیا چگونه می رویم. ما از دنیا نمیدانیم آیا این ایمان ما العیاذ بالله غارت شیطان خواهد شد. لحظه ای که از دنیا می رویم آیا چگونه خواهد رفتیم. به اینه که اگر در بهشت ندیدیم، سوال کنید که همان بنده ضعیفی که بر روی منبر نشسته بود و بر ما پیام تر و کلام تر میرسان، اگر خدای نخواسته من اهل نار بودم و جهنم بودم، به سبب دعای شما، به سبب التجای شما، الله سبحانه و تعالی ما را هم وارد بهشت بگردانه. به اینه که همه ما در بهشت سراغ هم دیگر خود را بگیریم. اگر من در بهشت بودم، دستان خود را بلند می کنم، میگم بار الها هر کسی که یک مرتبه در این مسجد حضور پیدا کرده، او را در بهشت وارد بگردان. این عهدیه و پیمانیه که بین من و شما و ذات اقدس الهی. منابع در کابل میگویند افراد مسلحی که خود را نیروهای ویژه طالبان معرفی کرده بودند، یک خانه را تلاشی کرده و دارایی‌های آن را به غارت بردند. منابع روز دوشنبه 27 سرطان میگویند که شب گذشته شماری از افراد مسلح با لباس و نام نیروهای طالبان وارد یک خانه در منطقه قصبه حوزه 15 شهر کابل شدند. به گفته منابع، افرادی که خود را طالب معرفی کرده به اعضای خانواده گفتند که این خانه مشکوک است و باید تلاشی شود. منابع می‌افزایند که آنها تلفن‌های تمام اعضای این خانواده را بررسی و بعد از چندین ساعت تلاشی تمام جواهر زنان خانواده و مبلغ 200,000 افغانی پول نقد را با خود بردند. به گفته منابع، اعضای این خانواده گفتند که تمام زندگی خود را از دست دادند و چیزی برای خوردن نمانده است. گفتنی است که از چند به این سو باشندگان شهر کابل نسبت به تلاش‌های مشکوک شکایت دارند و میگویند دزدی‌ها در مناطق و نواحی مختلف افزایش یافته است. پیش از این نیز گزارش‌هایی از نقاط مختلف کشور نشر شده که دزدان با لباس طالبان دست به دزدی میزنند. طالبان تا کنون در این مورد جزئیات ارائه نکردند. مقامات محلی طالبان در پنجشیر تایید می‌کنند
یک زن از سوی نیروهای این گروه کشته شده است. شریفه 35 ساله است، باشندگان ولسوالی آبشار که همراه با شوهرش برای چرانیدن مواشی به دامنه های کوه رفته بود، بر اثر تیراندازی نیروهای طالبان جان داد. این رویداد به روز یک شنبه به وقوع پیوسته است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در این مورد با رادیو آزادی گفت این قتل سهوا صورت گرفته است. این خانم به خطا کشته شده از شخصی که تیراندازی کرده با عامل قتل است بازداشت شده و به محکمه نظامی سپرده شده است. یک هیئت از ولایت به محل حادثه رفته و با اعضای خانواده مقتول دیدار کرده است. حدود 2 ماه قبل نیز یک باشنده منطقه ملسپه ساحات مرکزی ولایت پنجشیر به نام احمد منیر که پیشینه چوپانی داشت زیر شکنجه طالبان جان داد. اداره محلی طالبان آن رویداد را نیز سهوا اعلان کرد و بیگناهی احمد منیر را پذیرفته بود. پاهنتون آسیایی برای زنان مستقر در بنگلادش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که صدها بورس تحصیلی را برای زنان افغان در مقطع‌های لیسانس و ماستری ارائه می‌کند. کمال احمد بنیانگذار این پاهنتون در جریان سفر 4 روزه‌اش به کابل پس از ملاقات با سرپرست وزارت معارف، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، رئیس پاهنتون کابل و سایر مقامات حکومت طالبان فراهم آوری این بورس ها را پیشکش کرده است. اما در اعلامیه این پاهنتون در مورد شمار دقیق این بورس ها معلومات ارائه نشده است. منابع محلی میگویند که 3 جنگجوی طالب در نبرد با نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت بغلان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته منابع این جنگجویان طالب زمانی کشته و زخمی شدند که صبح دوشنبه 27 سرطان بالای پاسگاه‌های نیروهای جبهه مقاومت ملی در روستای خاوش ولسوالی خوست حمله کرده بودند. بر اساس معلومات منابع، نیروهای جبهه مقاومت ملی حمله طالبان را دفع کرده و طالبان با دادن تلفات عقب نشینی کردند. گفتنی است که چند روز به این سو صدها جنگجوی طالب تحت رهبری قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش این گروه در ولسوالی خوست بغلان با جبهه مقاومت و جبهه ملی آزادی درگیر جنگ شدند. از توجه و همراهیتان جان سپاس. شما بیننده و شنونده خبرهای این ساعت با من غلام رضا میرزایی از کانال کابل پرایمز بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.